قسمت دوم، رسول الله صلی الله علیه و سلم اسم المصور چه قسم معرفی کرده؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که اول المصور الله هست و مشابهت با این صفت الله یک گناه بزرگ است. امام بخاری رحمت الله علیه میگه که حدثنا ابو زرع قال دخلت مع ابي هريره دارا بالمدینه. میگه من به همراه ابو هریره رضی الله عنه در یک خانه داخل شدم در مدینه منوره. فرا اهلها مصورا یصور. میگه اون دید که یک شخص تصویرگیری میکنه، مصور است، این تصویر مثلا رسامی کرده میره عکساره. قال میگه گفت ابو هریره رضی الله عنه که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه من شنیدم از رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، میگفت و من اظلم ممن ذهب یخلق کخلقی. میگه کی ظالم تر است نسبت به اون مخلوقی که خلق میکنه مثل مخلوقات من. یعنی تصویر کشیده میره، رسامی کرده میره، یا مثلا چی میگه، بعضی کسا میگه والا اگر کت دست مجسمه بسازی این خود داخل است، و اگر کسی مثلا قطع رسامی بکنه این داخل است. میگه مثلا کت کامرا میکنیم، حالا عکس میگیریم، هیچ نقص میکنه، این وسایل تکنولوژی است. نه، حالا شراب هم سابق شراب دیگه قسم ساخته میشد، حالا کت ماشینا با تکنولوژی ساخته میشه. آیا این شراب با اون شراب هر دوش چیز نیستن؟ حرام نیست؟ این حال عکس هم چی کت دست جور بکنی مجسمه، و چی کت رسامی عکس یک مخلوق زنده جان بسازی، و چی هم کت مثلا کت در پینتینگ در کامپیوتر، و یا هم کت موبایل و کت هر چیز، کلش در تصویر داخل میشه. پس اینجا میگه ابو هریره گفت که رسول الله صلی الله علیه و گفت که من اظلم ممن ذهب یخلق کخلقی. یعنی میگه الله متعال حدیث قدسی مثلا میگه که الله متعال میگه که کیست از او که ظالمتر که خلق میکنه مثل خلق مرا، فلیخلق حبتا، یا که مشابهت میکنن خیبرن یک دانه خلق کنن، و یخلق ذره، یا یک ذره خلق میکنن. ثم دعا بتور من ماء فغسل يديه حتى بلغ ابته فقلت یا ابا هریره اشیء سمعته من رسول الله صلی الله علیه و سلم. این میگه چیزی است که توی از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدی؟ میگه بله، این من از رسول الله صلی الله علیه و سلم همین قسم شنیدم. در حدیث دیگه امام مسلم رحمه الله روایت میکنه، حدیث صحیح است، عن انس ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال لما صور الله آدم فی الجنه. این دیگه چی است؟ میگه که الله سبحانه و تعالی آدم علیه السلام به یک چهره خاص خلق کرد. لما صور الله آدم فی الجنه، وقتی که الله سبحانه و تعالی آدم علیه السلام در جنت تصویر کرد، ترکه ما شاء الله ان یترکه، الله او را ترک تا وقتی که الله خواست او را ترک بکنه. فجعل ابلیس یطیف به ینظر ما هو. میگه همین گرد ازی میگه ابلیس میچرخید سهل میکنه که چه قسم است. فلما رآه اجوف، وقتی که دید که داخل ازی خالی هست، یعنی داخل انسان که است طبعا روده هستی از خالی است، عرف انه خلق خلقا لا يتمالك. میگه او گفت که ولایت مخلوق خلق شده که این دیگه خدا کنترل کردن نمیتونه، میتونی که مثلا اغوا بکنی. سوم، ذات قدرتمنده که مشابهت با او در صفت مصورش انسان به عذاب سخت مبتلا میکنه. امام بخاری رحمت الله علیه در حدیث صحیح روایت میکنه عن سعید بن ابی الحسن قال كنت عند ابن عباس. میگه من نزد ابن عباس رضی الله عنهما بودم، اذ اتاه رجل، میگه یک شخص آمد، فقال یا ابا عباس اینی انسان، گفت من یک شخصی هستم که انما معیشتی من صنعت یدی، گفت امی رزق روزی ما و مثلا خوراکی که من میکنم این از این صنعت دست ما هست. یعنی مثلا وقتی که من یک چیزی را چی میکنم، مثلا من وقتی که یک چیزی را رسامی میکنم، عکس تصویر میگیرم، باز از اینمی من غذا میخورم، یا مثلا مجسمه میساخته یا تصویر مثلا رسامی میکرده. و اینی اصنع و هذه تصاویر، من این تصویرها را میسازم. فقال ابن عباس، میگه ابن عباس رضی الله عنه برش گفت الا احدثك لا احدثك الا ما سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم. میگم من بر چیزی نمیگم چیزی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدیم. یقول سمعته یقول، میگه گفت ابن عباس که من شنیدم، من صور صورتا، میگه هر کسی که تصویر بگیره، هر کسی که تصویر بگیرد، عکس بگیره،
رسامی بکنه یا مجسمه بسازه، فان الله معذبه، میگه الله اینقدر او را عذاب میکنه حتی ینفخ فیها الروح، تا که در اینمی رسم خود، در اینمی عکس روح بدمانه. اینقدر الله میگیره عذاب میکنه. ولیس بنافخ فیه، میگه این روح خدایی دوام مانده نمیتونه. به این معنی که اینمی عذابش چی است؟ دوامدار است. ولیس بنافخ فیها ابدا. ضرب الرجل ربوة شدیدة، میگه این شخص میگه آه عمیقی کشید، بسیار متترسید و آه کشید. و اصفر وجهه، رنگش زرد شد. فقال ویحک، میگه برش گفت که ای ویحک، وای بر سر تو، این ابیت، اگر تو ایبا کردی که نه من همین کسب باید بکنم، الا ان تصنع، مگر که همین فعل رسامی رو داشته باشم، فعلیک بهذا الشجر کل شیء لیس فیه روح. ابن عباس برش گفت اگر میخوای رسامی بکنی، مثلا چی که این درخت رسامی بکن، منظره ها را بساز برای مردم بفروش، و هر چیزی که روح نداشته باشه. اما اگر زی روح گرفتی، برای تو اینمی قسم عذاب داده میشه. انسان کنید بسیاری کس آدمی عکس گرفتن، آدمی تصویر گرفتن، بسیار ساده شده حاله. اگر 20 دفعه یک عکس گرفتن میره تق 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 تق، خبر نداره که در روز قیامت در مقابل هر کدام از این عذاب میشه. تصویر کنندگان را به داماندن روح در آن تصویر امر میکنن. این چی هست؟ مثلا در حدیث دیگه آمده که ما و شما خانی من صور صورتا عذب و کلف ان ينفخ فیها، برش میگه دم اینال روح هم برش بده. الله متعال برش میگه که وقتی که تو با صفت المصور ما خودت تشبیه کردی، یک عکس گرفتی، رسم تصویر کردی و این مجسمه را ساختی، اینال دیگه چی کو روح بده. ولیس بنافخ، این روح داده نمیتونه. دیگه سخت‌ترین عذاب است برای تصویر کنندگان. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه این شرک کرده در اسماء و صفات. در اسماء و صفات الله این خود شریک ساخته. یعنی اسم الله المصور است، تصویر کننده الله است. این با این صفات الله خود چی کرده؟ شریک کرده. اما حدیثی که ما و شما خوانیم که میگه رسول الله صلی الله علیه و آله ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها میگه، سید بخاری روایت میکنه که وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله داخل شد، دید که در خانه پرده هست، او عکس است. فتلون وجهه، چهره رسول الله صلی الله علیه و آله بسیار رنگش یعنی تغییر کرد. بازی میگم این پرده را گرفت پاریش کرد و گفت که من اشد الناس عذابا یوم القیامه الذين یصورون هذه الصور. این کسایی که نمی عکس‌ها را دمی پرده ها و دمی بالشت ها و در دیوار ها و در یا تصویرهای زنده جانا را رسامی میکنن، بر از اینا سخت‌ترین عذاب در روز قیامت است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.